در کتب آمده است که در میانه دریای سرخ مردمانی میزیستند در کوروش توپیا. بالاخره به چنگت آوردم این زنگوله، بزنیدش. قربان چی شده؟ فرستادی از میالند اومده میگه کار مهمی داره وارد شود. چه شده ای فرستادی میالند؟ قبل از هر چیزی باید بگم سلام. اوه قربان چرا کتلتش کردی؟ گفته بود حامل پیام مهمیه. این نوع سلام کردن روی مخ من هست. قربان اون قدم